سلام خدمت همراهان پایکو. برای نصب برنامه پایکو میتونید وارد مرورگر خودتون بشید و از این قسمت آدرس سایت پایکو رو تایپ کنید payco.com. خب اینجا وارد سایت شرکت بشید. همین اول میتونید زبان رو به فارسی تغییر بدید. بالا آیکون کره زمین که وجود داره، زبان رو به فارسی تغییر میدیم. بله، تغییر کرد. حالا این قسمت دانلود برنامه که این زیر وجود داره، بالا یک کادر نارنجی رنگ، این رو کلیک میکنیم که بتونیم برنامه پایکو رو دانلود کنیم. خب اگه سیستمتون اندروید هست همینجا میتونید دانلودش کنید. دانلود شد. حالا نصبش میکنیم. منتظر میمونیم تا نصب بشه. بله، حالا اجرا کنیم. خب این اپ پایکو هست، همون شکلی که میبینید دقیقا همونطوری که توی سایت دیدیدش. دوباره زبان رو همینجا تغییر میدیم، آیکون کره زمین از بالا زبان فارسی رو انتخاب میکنیم. خب اگر قبلا ثبت نام کرده باشید که میتونید یوزرنیم یعنی نام کاربری و پسورد خودتون رو همینجا وارد کنید، اما ما قبلا ثبت نام نکردیم و میخوایم این پایین نوشته بدون حساب اکنون ثبت نام کنید. خب این رو کلیک میکنیم. اینجا موقع ثبت نام کردن خاطرتون باشه شماره‌ای که ثبت نام میکنید، در واقع شماره موبایلی که ثبت نام میکنید، ترجیحاً همونی باشه که توی واتساپ عضو گروه پایکو میشید. خب اول شماره کد کشور رو از سمت راست اونجایی که به اضافه 1 نوشته بود ایران رو انتخاب کنید. بعد شماره موبایل خودتون رو، مثلا حالا من یه شماره همین شکلی می نویسم. شما شماره واقعی خودتون رو بنویسید. یعنی نمیخوام اکانت واقعی ایجاد بکنم، فقط دارم توضیح میدم. خب تو قسمت بعد تصدیق گرافیکی که نوشته، ما همون کد رو وارد میکنیم U1 3G. در قسمت بعد کد دعوت که نوشته نمیتواند خالی باشد، کد دعوت رو از اون کسی که پایکو رو به شما معرفی کرده از اون میتونید دریافت کنید و حتما بایستی با کد دعوت وارد بشید، غیر از اون امکان ثبت نام وجود نداره. و در قسمت پایینی بایستی رمز عبور رو تعریف کنید. رمز عبور بایستی بین 6 تا 20 کاراکتر باشه و ترکیبی از حروف و عدد. مثلا الان من برای اینکه شما بتونید ببینید، الان این فعال کردم، مثلا بنویسم 1 2 3 ABC. در همین حد کفایت میکنه و قبول میشه. منتها خب یه چیز ساده نذارید و سعی کنید یه چیزی باشید که مخصوص خودتون باشه و یه گوشه هم یادداشت کنید که بعداً فراموش نکنید تا به دردسر نیفتید. و دوباره همون رو در قسمت زیرش وارد میکنیم 1 2 3 ABC. خب مطمئن باشید که این تیک مربوط به توافق پایکو تیک خورده باشه و بعدش که دکمه ثبت نام رو فشار بدید، اون موقع دیگه ثبت نامتون موفقیت انجام میشه. موفق باشید.